سلام دوستان، نیلوفر هستم. به کانال من خوش اومدین. امروز با این پیشی کوچولومون میخوایم یه ویدیو بگیریم. انرژی هاتون رو بذارید روی این کارت ها تا براتون بگم که نیت شما چه خواهد شد، چه گذشته و الان در حال حاضر چیکار میکنید. گولی من اوه چی کار دارین میکنی؟ خب چند تا کارت چای هم براتون میذارم. خب چیزی که دارم میبینم اینه که گذشته شما یک آدمی بودین که خیلی خام و تازه شروع کرده به این که ماجراجویی کنه و اینا بودین و شروع کردین به این که یه برنامه‌ای برای آینده‌تون بریزید و یک سوالی تو ذهنتون هست که میخواستین که به جواب اون برسید و شروع کردین یک سفر کوتاهی رو رفتن و به اون جواب سوالتون برسید. در حال حاضر شما یا از نظر عشق و عاشقی به یه معشوقی رسیدین و یا اون فرد داره میاد سمت شما یا شما دارید میرید سمت اون فرد و شروع میکنید به ابراز علاقه، ولی این وسط یک سری گره ها وجود داره، یا وابستگی خیلی شدیدی با این آدم دارین یا کسی میخواد برای شما چیزی که نباید بگیره رو بگیره. ولی من حالا بیشتر به این میگم که شما چون یک دست و یک شوالیه روبروی همدیگه هستین و اینا با هم در ارتباط هستن، میگم که این همون وابستگی هست که بین شما دوتا هستش و سعی کنید این رو متعادل در نظر بگیرید، یعنی خیلی وابسته نباشید، یکم استقلال برای خودتون داشته باشید، یه تایمی برای خودتون بذارید و بعد یه تایمی رو هم با اون فرد در ارتباط باشید. بیشتر روی مثلا کاراتون، شغلتون وقت بذارید، توجهتون رو بیارید روی کار کردن، پول در آوردن و بیشتر سعی کنید این سفر زندگی رو خیلی مادی‌تر بکنید و بیشتر به مسائل مادی فکر کنید تا احساسی. چیزی که میبینم یک مسئله حقوقی و دادگاهی پیش میاد، انشالله که خیر باشه و اتفاق خوبی رو رقم بزنه. میتونه ازدواج، خواستگاری اینها هم باشه، میتونه یک سندی چیزی رو به نام زدن باشه و به نظرم چیز خوششانسی و خوبی میتونه باشه، چون یک کارت خیلی خوب 10 سکه اومده. حالا از نظر مالی بیشتر شما داره یه سری امکاناتی خواهید بود، خانواده‌تون در کنارتون خواهد بود و اگر مثلا قصد ازدواج دارید همه چیز برای شما روال میشه. اگر میخواید که پتی چیزی بیارید، یه حیوانی رو به سرپرستی بیارید، این خیره و اگر میخواید بچه دار بشید هم همینطور. ولی چیزی که داره اینجا در انتها به همون میگه اینه که حالا یا اون وابستگیه
باعث و بانی این قضیه است که یک دعوایی در آینده خواهید داشت، یا اینکه کسی داره موش میدونه که من بیشتر میگم اون وابستگیه و دعوا هستش. بیشتر سعی کنید به جای اینکه دنبال این باشید که چیزهای متنوعی رو فراهم بکنید و سر خودتون و پارتنرتون یا اطرافیانتون کلا شلوغ کنید، به این فکر کنید که چی کار نکنید که به این دعوا کشیده نشه. یعنی چی کار انجام بدین که چطوری بفهمونم کار بدی انجام ندیم. مثلا میدونیم که رو مخ طرف داریم راه میریم، اون کار انجام ندیم. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشین. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. خوشحال میشم که برام نظراتتون رو مینویسید، تک تکشون رو میخونم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.